نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حال میرسیم به سوره مبارکه قمر. این سوره نجم بود، الان میرسیم به سوره قمر. در سوره نجم ما داشتیم که بغیر از الله کسی را نخوانید و کسی در دربار او شفیع غالب نیست، شفیع قهری نیست. حال در سوره قمر میخوانیم در آخر سوره انا کل شیء خلقناه بقدر. هر چیزی را ما به یک اندازه خاص پیدا کردیم. معنیش اینه که هر کسی توانی داره، حدی داره، ارزشی داره. مخلوق برای کارساز شدن و مشکل گشا بودن نیست. مخلوق حد و حدودش یک حدی داره، نمیتونه مشکل کسی را حل بکند. این ربط سوره بود. در این سوره مبارکه ابتدای سوره و آخر سوره زجر برای کفار هست با نقل قول اونها و تسلی برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. در میان مطالب الله عزوجل چندین تخویف اخروی و همچنین تبشیر اخروی بیان می‌فرماید و 5 نمونه از تخویف دنیوی را الله تعالی به قصد تذکر برای اهل مکه بیان می‌فرماید تو این سوره. همین 5 قوم که گفتم بیشتر در سوره ها تذکر این 5 قوم میآید، چون نسبت به اینها اهل مکه هم شناخت و اطلاعاتی داشتند. بلاد اینها زیاد فاصله نداشت. اما سوره شروع میشه با ذکر قیامت. الله میفرماید اقتربت الساعه. این تمهید است، مقدمه هست و همچنین ضمن مقدمه تخویف اخروی هست. ای مردم قیامت نزدیک شد. اقتربت الساعه. دلیلش چیه؟ برای اثبات قیامت یک دلیل بیان میفرماید برای نزدیک شدنش. وانشق القمر. ماه 2 نصف شد. ماه 2 نصف شد. یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. مشرکین مکه هی میگفتند یه معجزه بیار بزرگ مثل معجزات موسی، عیسی ما ببینیم، تا اینکه بالاخره به اذن الهی و به امر الهی یک شبی که این مطالبه را کردند، شب 14 بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم با انگشت به طرف ماه اشاره کردند. با انگشت به طرف ماه اشاره کردند. ماه به صورت کامل 2 نصف شد و یک نصفش به یک قسمتی رفت، یک نصفش به یک قسمتی رفت. اونها تعجب کردند و بعد از تعجب گفتن عجب جادوگر قوی هست. العیاذ بالله. به خاطر همین قول الله تسلی میده پیغمبر تو نگران نباش. اینا هی میگفتن معجزه 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 که آمد الان میگه جادوگره. بعضی گفتن که حقیقتا ماه 2 نصف نشد، چشمهای ما را طوری چشم بند کرد که ما اینطور دیدیم، از نظر ما اینطور شد و الا نشد. بعدن مردمی که بعد از چند روز
از دور و اطراف آمدند. اینا گفتن در فلان شب شما چنین پدیده ای دیدید، مواجه شدید؟ اونا گفتن بله، در فلان منطقه هم شاهد بودیم، در فلان منطقه که کوه بین دو تا ماه قرار گرفت، دو تکه شد. به هر حال این یکی از علائم قیامت بود. کلیپی دیدم، واقعیتش را الله میدوند، ولی الان که به کره ماه رفتند شکافی اونجا پیدا کردن، یک شکافی سرتاسری، و روی اون کلیپ همین آیات هم گذاشته بود که میگن اینجا نشون میده دانشمندان کشف کردن که یه وقتی این دو تکه بوده بعداً با هم چی شده؟ کل کره ماه با هم متصل شده و هنوز آثارش و شکافش هست. انشق القمر، روح المانی نوشته وذلك على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل الهجره بنحو 5 سنین، 5 سال قبل از هجرت، یعنی در سال تقریبا 8 بعثت. فقد صح من روایت الشیخین، در روایت امام بخاری و امام مسلم هست، و ابن جریر عن انس ان اهل مکه سألوه علیه الصلاة والسلام. در این روایت میاد که اهل مکه از رسول الله سوال کردند ان یریهم آیتا، این که به اونها یک معجزه نشان بده. فاراهم القمر شقین، قمر را دیدن، ماه را دیدن، دو نصف شد. حتی رأوا حرا بینهما، حتی که کوه حرا را دیدن که دو طرف وسط ماه قرار گرفت، دو طرف کوه حرا ماه بود. الله می فرماید اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدیک است و ماه دو نصف شد، برای اثبات رسالت و مسئله توحید که شما باور کنید. و این یروا آیتا یعرضوا، الله زجر بیان می فرماید برای اونها، اگر اینها ببینند آیه را، نشانی را، یعرضوا، اعراض می کنند، بجای اینکه به آیه را ببینند ایمان بیاورند، اعراض میکنن و یقولوا سحر مستمر، میگویند جادویی هست مستمر از استمرار است، ولی اینجا به معنی قوی شدید یعلو کل سحر، قوی و شدید که بر هر جادویی میچربد، بر هر جادویی غالب هست. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، الله تعالی علاوه از این وعید قیامت میفرماید قبل از اینم اخبار پیش این مشرکان مکه آمده پیش اینها، من الانباء، از اخبار، ما فيه مزدجر، اون اخباری که در اون اخبار چی بوده؟ مزدجر، یعنی انزجار از گناه، توقف بر گناه. یعنی اخباری آمده که باید اون اخبار اینها را از گناه چی میکرد؟ دور میکرد. یعنی القرآن حکمت بالغت قد بلغت الغایة فی الزجر، قرآن حکمت بالغی هست که از نظر جلوگیری به حد نهایه رسیده، که جلوگیری میکنه انسان را کسی باورش بکنه. و بعضی گفتن مزدجر مصدر میمی است به معنی نصیحت، اخباری تو این قرآن آمده که نصیحت است. حکمت بالغه، الله می فرماید که مزدجر هست، نصیحت است. یعنی چه؟ یعنی حکمت تو قرآن است که بالغه، به حد بلوغ و کامل رسیده. فما تغنی النذر، اما به اینها انذار فایده نبخشید، اینا سنگدلند. انذار البته در این سوره نذر چندین بار تکرار میشه، در بعضی سورتها از سیاق ما قبل و ما بعد میتونید بفهمید. در بعضی سورتها نذر به معنی انذار است، به معنی مصدر است، یعنی ترساندن اونها را فایده نبخشید. در بعضی سورتها نذر جمع نذیر است، یعنی ترساننده. لذا الله می فرماید ها حکمت بالغت فما تغنی النذر، بینها انذار فایده نبخشید. فتول عنهم،
ای نبی ما، ای حبیب ما، از اینها اعراض کن و بترسان اینا را از روز سخت. اون روز سخت کی هست؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، روزی که فریاد میزند فریاد زننده، دعوت میدهد دعوت کننده. این دعوت کننده و دعوتگر کیه؟ پایینش بنویس اسرافیل. اسرافیل سور را میدمد، اون را الله عزوجل فریاد زننده فرمود. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اینها را فرا میخواند به سوی چیز ناپسند. نکر معنی اون چیزی که نمیپسندند، یعنی حساب و کتاب. خش عن ابصارهم، الله میفرماید چشمهای اینها پایین است. چشمهایشون چیه؟ پایینه، از بس که خجلند، از بس که ذلیلند. یخرجون من الاجداث، از قبرها بیرون میشوند. کأنهم جراد منتشر، گویا اینها ملخهایی هستند که منتشر. ملخ گاهی در تابستان گرم میزنه، اونها میافتند یا با خودشون تصادف میکنند، هر جا سریدند و افتادند. این از قبرها افتاده اینطور بیحال، هیچ دلش را ندارن که برن، میترسن. کأنهم جراد منتشر، گویا ملخهای منتشری هستند. اما وقتی که گفته میشه زود بیایید، محتعین الی الداع، ای مسرعین، با سرعت میروند به سوی دعوت دهنده. یقول الکافرون هذا یوم عسر، کافران میگویند این روز سختی است، بسیار مشکل امروز. لذا این بیم بود، تخویف بود از عذاب آخرت. الله میفرماید اینها را از اون روز بیم بده. و حال 5 نمونه خداوند عزوجل در این آیات بیان میفرماید. نمونه تخویف هستند، نمونه عذاب در دنیا هستند. اولین نمونه از قوم نوح است. این نمونه ها هم به صورت مختصر، اما طبق تعبیراتی و طبق از کنم که وزن و قافیه‌ای که در این سوره آمده. الله می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح، نمونه اول تخویف دنیوی. تکذیب کرد قبل از این اهل مکه، قبل از قریش مکه قوم نوح هم تکذیب کرد. ببینید اونها تکذیب کردند، کدوم تاج و تخت را به اونها دادند. فکذبوا عبدنا، آنها تکذیب کردن بنده ما را، نوح را. وقالوا مجنون وازدجر، گفتن دیوانه هست. وازدجر یعنی زده شده، جن زدگی دارد. این از طرف حیوانات، روحانیات، جنها این زدند. قالت مجاهد استطیر جنونا، یعنی زده شده، جنها را زدند و جنون پیدا کرده، هر دو یکی میشه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ببین مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. در مسئله اله هم عرض کردم، بعضی خرافاتی ها معتقدند که اولیاء الله چنان قدرتی دارند که میتونن زمین و آسمان را در هم بکوبند و این عالم را ویران بکنند و تبدیل به خرابه بکنند، ولی میگن ما برای مخالفان خودمون دعا میکنیم، با اونها این کار را نمیکنیم. کی قدرتی داره اینطور؟ این قدرت ها مال خدا هستند، چرا قدرت خدا را برای غیر الله ثابت میکنی؟ شرک همینه. ببین پیامبر محبوب خدا، یکی از پیامبران اولوالعزم، پیامبری که بیشترین زجر را، بیشترین سالها را در راه دعوت گذرانده، اما این پیغمبر خودش قدرتی نداره. چطور مظلومانه، چطور خاشعانه از پروردگار میخواهد. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. وقتی که قوم دیوانه میگه، قوم جن زده میگه بار الها من مغلوبم،
من قدرتی ندارم، فانتصر، از اینها انتقام بگیر. الله هم قبول میکنه اجابت الهیه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله می فرماید ما گشودیم، ما باز کردیم درهای آسمان را، بماء منهمر، به آب ریزان. آب ریختن شروع شد، باران شروع شد از بالا، نه تنها از بالا، از زمینم فواره زد زمین. و فجرنا الارض عیونا، و جاری کردیم از زمین چشمه هایی. فالتقى الماء على امر قد قدر، آب با هم برخورد کرد بر یک امری، امر یعنی هلاکت قوم، بر هلاکتی که قد قدر، مقدر شده بود، نوشته شده بود. همه قوم هلاک شد، همه قوم غرق شد. و حملناه على ذات الواح و دسر. الله می فرماید ما حمل کردیم نوح را بر تختهایی، بر چیزی که صاحب تخته بود، یعنی کشتی که چند تا تخته داشت. و دسر میخا، تختها و میخا بود. لذا الله می فرماید تجری باعیننا، اون جاری بود و جریان داشت، به اعیننا یعنی زیر نظر ما. خدا دستور داده بود که کجا توقف کند، لذا تا زمانی که الله دستور داده بود روی این آبها راه می رفت. جزاء لمن کان کفر، این جزا برای اون کسی است که ناسپاسی شد، یعنی پیغمبر خدا. هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دلی نیامد به درد. دلهای انبیاء خدا را، اینهایی که برای دین خدا زحمت کشیدند، برای دین خدا قربانی دادند نزدیک به 1000 سال، این پیغمبر را تو مسخره میکنی. جزاء لمن کان کفر، اونی که ناسپاسی شد. بله، یا اینکه ناسپاسی خود الله عزوجل ناسپاسی شد. فعلنا ذلك جزاء لنوح علیه السلام فانه كان نعمة انعمها الله تعالی. این جزاء ناسپاسی برای نوح بود، چون که نوح نعمتی بود که خدا به قوم داده بود، پیغمبر خدا بود. فکفروها، او را ناسپاسی کردند. و كذلك كل نبی من الله نعمت من الله تعالی على امته، هر نبی بر امتش نعمتی هست. رسول الله برای ما امت نعمتی هست. روح المانی اینه گفته. خب، ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. الله می فرماید که ما این طوفان نوح را و این جریان را به عنوان یک آیه، به عنوان یک نشانی برای اهل زمین گذاشتیم. آیا کسی هست که پند بگیرد؟ فهل من مدکر، از این واقعات پند بگیرد، اندرز داشته باشد. فکیف کان عذابی و نذر، این استفهام تحویلیه هست، حول ایجاد می کند، وحشت ایجاد می کند. چگونه سخت است عذاب من و چگونه سخت است انذار و ترساندن من. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، این آیه را الله بار بار تکرار می کند. ما قرآن را آسان نازل کردیم برای پند و اندرز. هم پیرزن میفهمد، هم دانشمند میفهمد، هر که میفهمد قرآن چی میگه، هیچ مشکلی ندارد. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند بگیرد از قرآن؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. بعد از این الله عزوجل قوم دوم را یادآوری میکند، قوم عاد. کذبت عاد، عاد تکذیب کرد. فکیف کان عذابی و نذر، چگونه سخت است عذاب من و انذار من. انا ارسلنا علیهم ریحا، همانا ما فرستادیم بر آنها بادی. چه بادی؟ سرسرن، باد سرسر. سرسر دو تا وصف باد داشته باشد بهش میگن سرسر. یکی خیلی شدید بوزد، شدیدت الحبوب،
خیلی تند بوزد. دوم اینکه سرسر یعنی در او سرمای شدید و یخبندان باشد. هر دو وصف را این باد داشت. الله می فرماید فی یوم نحس مستمر، در روزی که اون روز منحوسی بود. منحوس بود برای قوم عاد. همه ایام الله هستند، اما برای این قوم به اعتبار این قوم روز نحسی بود که مستمر، به معنی اینه که استمرار داشت. چه استمرار داشت؟ این مستمر صفت باد هست. باد استمرار داشت. این هم میتونه باشه، چون که باد تا چند روز بود؟ 7 شب و 8 روز. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما. و عذاب مستمر هم میتونه باشه. عذاب که از اونجا شروع شد دیگه، بعد از اون تو قبر و تو برزخ و در عالم آخرت و حلم مجرن تا کجا میره، آخر پایانی ندارد. تنزع الناس، الله می فرماید که مردم را بر می داشت از روی زمین و می خوابند این با و می انداخت. کأنهم اعجاز نخل منقعر، گویا اونها تنهای درخت خرما بودن که منقعر، از ریشه برکنده شده. چنان شدید بود. مردمان نیرومند و تنومندی بودن. همه را الله عزوجل زد روی زمین و جسدهایشون مثل نخل خرما افتاده بود. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من و انذار من چقدر سخت است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، همانا ما قرآن را آسان نازل کردیم برای پند. فهل من مدکر، ای کسی از پند بگیرد؟ کذبت ثمود بالنذر، نمونه سوم. قوم نوح نمونه اول، قوم عاد نمونه دوم، قوم ثمود نمونه سوم. الله می فرماید کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود تکذیب کرد نذر را، یعنی تمام انبیا را. نذر جمع نذیر است. ببینید تمام انبیا را که تکذیب نکرد، فقط پیغمبر خودشون صالح را تکذیب کردند. اما تکذیب یکی مستلزم تکذیب همه است، چون همه انبیا یک دعوت داشتند، یک خداپرستی، توحید. الله می فرماید فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، این غرورشان. آنان گفتند آیا یک بشری که از خود ماست ما او را پیروی کنیم؟ اگر ما این کار را بکنیم انا اذا لفی ضلال و سعر، همانا ما در این هنگام در گمراهی و در دیوانگی خواهیم بود. ضلال و سعر، سعر دیوانگی را میگن. االقی الذکر علیه من بیننا، آیا فقط بر او وحی آمده؟ این ذکر منظور وحی است، بر او انداخته شد از میان ما. بل هو کذاب اشر، اینجا به پیغمبر خدا صالح میگفتند العیاذ بالله دروغگو و خودخواه. کذاب دروغگو، اشر خودخواه. الله می فرماید سیعلمون غدا من الكذاب الاشر، قیل لهم بلسان الحال، بلسان حال به اونها گفته شد فردا معلوم میشه، یعنی قیامت. کی از کذاب اشر دروغگوی خودخواه کیه؟ شمایید یا صالح؟ خلاصه معجزه خواستند. صالح علیه السلام از خداوند دعا کرد، از دل کوه معجزه ظاهر شد، شتری. الله می فرماید انا مرسل الناقه، همانا ما می فرستیم شتر را، فتنة لهم، این شتر امتحانی است برای اونها. امتحانی، اگر قبولش بکنند ایمان بیاورن مقبولند، اگر ایمان نیاورن مردودند.
فارتقبهم، برای اونها منتظر باش، واصطبر، صبر کن ای صالح، و نبئهم، به آنان خبر بده، ان الماء قسمت بینهم، آب تقسیم بینشون. بعد از اینکه این شتر را خودشون گفتن از این کوه یک شتری اگر از دل کوه آمد بیرون ما ایمان می آوریم. حضرت صالح مناجات کرد، التجا کرد پروردگارا، آخر خدای عزوجل پذیرفت، کوه شکافته شد، از وسط کوه شتر آمد بیرون. حال قوم را میگی، قوم نمیخواست ایمان بیاورند، نوشتن تو کتاب ها فقط یک نفر ایمان آورد، بقیه قبول نکردند. آخر این شتر برای اونها امتحانی شد، دردسری شد، چون اون زمان مواشی را، حیوانات را با آب چاه و دلو میکشیدن، آب میدادن. اینها آب میکشیدن اون حوضچه ها را و اون جوهایی که برای آب دادن حیوانات تعیین کرده بودن پر میکردند. الا حیواناتشون، گوسفندانشون، شترهایشون می آمدند که آب بخورند تا که جمع می شدند. شتر صالح علیه السلام وقتی که می آمد معلوم میشه حیوانات بعضی چیزها را می بینند، ما انسان نمی بینیم. بعضی وقت حیوانات وحشت زده میشند، خوف زده میشن، بعد از وحشت و خوف اونها می بینی یک اتفاقی میفته، اونها چیزهای قبل از ما می بینند. لذا این حیوانات از همدیگه نمی ترسیدن، تا اینکه شتر را می دیدن همه رم می کردن، فرار می کردن، وحشت زده می شدن، یکی برای آب نمی ماند. و شتر صالح علیه السلام می آمد تمام آب حوض را سر می کشید و می رفت. اینا تعجب کردن چیکار بکنیم؟ آخر اعتراض کردن صالح نمیشه، ما نمیتونیم هر روز آب بکشیم اون بخوره. آخر الله دستور داد، خب از این به بعد پس آب نوبتیه، یک روز مال تمام حیوانات شهر، یک روز مال شتر صالح. و نبئهم، به اونها خبر بده، ان الماء قسمت بینهم، آب تقسیم بینشان، کل شرب محتضر، هر نوبت آب، اون نوبت اونجا باید حاضر بشوند، یعنی محل حضور است که نوبت هر که بود اونها حاضر بشوند. بالاخره اونها نتونستن تحمل بکنند این آیه را که از آیات الهی بود. شتر بالخصوص از دل کوه آمده، معجزه است، این را از پای در آوردند. چطور؟ فنادوا صاحبهم، صاحب خودشان را، رفیق خودشان را، همراه خودشان را صدا کردند. فردی بود، تو تفسیرها نوشته قدار ابن سالف. این قدار قبلا خواستگاری کرده بود از یک زنی که این زن خیلی پولدار، مالدار، خیلی گوسفند، زن قبولش نکرده بود. اما الان این زن دید که بیشترین ضرر را اون زن میکرد، خیلی سرمایه‌دار بود و از گوسفندهایش هر روز میموندند. لذا قدار را صدا زد و گفت که اگر این شتر را کشتی، از بین بردی، من باهات ازدواج میکنم. الله میفرماد فنادوا صاحبهم، همراهشون را صدا کردند. فتعاطا به معنی چرخاند. چی را چرخاند؟ دو چیز مفسرین گفتن. فتعاطا الناقه، این ناقه را چی کرد؟ چرخاند، دورش داد و دور، آخر یه جایی برد و کشت. بعضی گفتن نه، فتعاطا شمشیر را به دست خودش هی می چرخاند که بزنه. فعقر، پس چیکار کرد؟ از پای در آورد اون شتر را از پای در آورد و الان خودش آماده شد برای حجله که با اون خانم ازدواج میکنه، پولدار میشه، گوسفندان مال او میشند. الله عزوجل برای اینها حجله از عذاب درست کرد، به محض اینکه این آیت الهی را اونها از بین بردند، همین شب عذاب آمد. الله می فرماید فکیف کان عذابی و نذر،
چگونه سخت است عذاب من و انذار من. انا ارسلنا علیهم صیحه، الله می فرماید ما بر آنها فرستادیم صیحه واحده، یک فریاد فقط. اونم فریاد جبرائیل بود. جبرائیل را خداوند دستور داد که با اون صدای مخصوصش یک جیغی بکشه، یک فریادی بزنه که میگن جگرهایشون پاره شد، همه سکته کردن، همه در دم جان دادن. فکانو که هشیم المحتضر، الله می فرماید همه اینها مثل هشیم شدن. هشیم میگویند کاه را، آشغال را. محتضر میگن اون کاهی که لگتمال میشه تو آغل حیوانات، گوسفند و گاو اون لگتمال میکنه، اون کاه حتی خورده نمیشه، خود حیوان هم اون را نمیخوره، چون اون کاه غاطی میشه با بلا نسبت با پشگل حیوان و با بقیه نجاست ها دیگه. اون کاه بو هم میده، حیوان هم میخواد بخوره بوش میکنه با نمیخوره. لذا الله عزوجل میفرماید این انسانهای تنومند مثل اون کاه له شده چی شدند؟ قرار گرفت، افتادند، سرید شدند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، الله میفرماید ما قرآن را آسان نازل کردیم برای پند. فهل من مدکر، کسی هست که از این واقعات عجیب قرآن پند بگیرد؟ کسی هست که بیاید تذکر بگیرد؟ سبحان الله. کذبت قوم لوط بالنذر، نمونه عذاب، نمونه تخویف چارمیش قوم لوط. قوم لوط را هم الله عزوجل عذاب داد. قوم لوط هم جنس بازها، هم جنسگراها، کسانی که به زنهای خودشون توجه نمی کردند و بلا نسبت به بچه های زیبارو توجه داشتند. الله می فرماید که انا ارسلنا بالنذر، تکذیب کردند نذر را، همه پیامبران را، چون همه پیامبران یک دعوت دارند. انا ارسلنا علیهم حاصبا، همانا ما فرستادیم بر آنها باد و طوفانی که طوفان شن، حاصب سنگریزه را میگویند، یعنی بادی و طوفانی که با خود سنگها همراه داشت. الله اونا را سنگباران هم کرد، روستایشون را سرنگون هم کرد. خواندیم الان والمؤتفکة اهوا. الله می فرماید الا آل لوط، ما همه را از بین بردیم مگر آل لوط را. نجیناهم بسحر، به وقت سحر ما نجاتشون دادیم. نعمتا من عندنا، این نعمتی از جانب ما بود. و نه تنها نوح را و این پیغمبر، بلکه بیان عادت الله و بیان سنت الله. کذالک نجزی من شکر، این گونه ما پاداش نیک میدیم هر کسی که سپاسگزار باشد. من شکر یعنی چی؟ هر کسی که سپاسگزار باشد. ولقد انذرهم بطشتنا، همانا نوح آنها را ترساند از گرفت ما. نوح قوم خودش را از گرفت ما ترساند. فتماروا بالنذر، اما نسبت به نذر چی کردند؟ شک کردند، یعنی تایید نکردند. ولم یصدقوه، لوط را، پیغمبر را، بقیه پیغمبران را تایید نکردند. گفتن اینا قدیمی شده، اینا داستانند، اینا از حقیقت نداره. اما وقتی که عذاب آمد، عذاب به شکل فرشته آمد. فرشته های نوجوان بیریش زیبارو الله تعالی فرستاد. اینا وقتی که به خانه لوط آمدند، قوم خبر شد، دوان دوان آمدند. ولقد راودوه عن ضیفه، ای طلبوه، از لوط طلب کردن مهمانان را، این مهمانان را بذار در اختیار ما.
لوط دست میبنده، اظهار عجز میکنه. فرشته ها نشستند و منتظر دستورن که رب دستور بده. فعلا به شکل بچه ها نشستند. لوط التماس میکنه، میگه که شما به همسرانتون رجوع کنید. هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، این دختران ما که همسران شما باشند اونها برای شما پاکیزه هستند. فاتقوا الله ولا تخزونی فی ضیفی، از خدا بترسید، من پیغمبر خدا هستم، مرا جلوی مهمانان من رسوا نکنید. یک نفر بود و این طرف 100 نفر، همه قوم میگن نه هیچ راهی نداره، تو پاکی میخوای زندگی کنی برو، ولی جلوی ما را نگیر. خلاصه اینا با لوط علیه السلام جنجال کردن. تو قرآن میاد لوط تمنا کرد کاش من قدرتی داشتم، من قومی پشت سر خودم داشتم، میدونستم با شما چیکار بکنم. آخر وقتی که فرمان صادر شد از طرف الله، فرشته ها به لوط گفتند ای لوط نگران نباش، بذار بیاد، ما فرشته های خدا هستیم. لوط در این وقت شاد شد، خوشحال شد. لوط راه را باز کرد، بفرمایید. اینها وقتی که گفت بفرمایید دیگه اینا حمله کردند، هجوم آوردند به فرشته ها. اما قرآن میگه فطمسنا اعینهم، ما چشمانشون را تخته کردیم. یعنی به محض اینکه اینا حمله کردن به فرشته ها، الله بینایی را ازشون گرفت، کور شدند. سبحان الله. یهو چی شد؟ چه خبره؟ اون گفت من نمیبینم، دیگری گفت من نمیبینم، ما کجاییم؟ چی شد با ما؟ دیگه اونها بیناییشون را از دست دادن. الان متوجه شدن که اینها عذاب خدا هستند. لذا ابتدای کار الله بینایی را از اونها گرفت، این در روز بود. بعد قرار شد که خود روستا از بین بره و الله عزوجل روستا را ویران بکند به وقت سحر، به وقت صبح. لوط علیه السلام بهش گفته شد تو برو که صبح اینها هلاک میشن. لوط به قدری عجله داشت گفت الیس الصبح بقریب، صبح نزدیکه، همین صبح. دلش میخواد زودتر از اون بشه. الله میفرماید ولقد راودوه عن ضیفه، همانا طلبیدن لوط را از لوط، مهمانانش را. فطمسنا اعینهم، ما مسخ کردیم چشمهای اونها را، یعنی دید را از اونها گرفتیم. فذوقوا عذابی و نذر، بچشید ای مجرمان عذاب من را و بچشید انذار من را. ولقد صبحهم بکرتا عذاب مستقر، الله می فرماید که ولقد صبحهم، همانا به وقت صبح، یعنی زمان خواب صبح و زمان استراحت صبح، بکرتا یعنی صبح زود، اونها را دریافت، اونها را پایید. عذاب مستقر، عذابی که دائم بود، برای همیشه هلاکشون کرد، برای همیشه گرفتارشون کرد. فذوقوا عذابی و نذر، به آنان گفته شد بچشید عذاب من را و بچشید انذار من را. این همون انذاری بود که پیغمبر ما شما را می ترسانید. بعد از این واقعه هم الله دعوت به تذکر از قرآن میده که ای مخاطب بیا به قرآن توجه کن، چه پند و اندرزهای جالبی تو قرآن هست. ولقد یسرنا القرآن للذکر، همانا ما آسان نازل کردیم قرآن را برای پند. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند بگیرد؟ این واقعه چندم بود؟ چهارم و پنجمین واقعه، پنجمین نمونه عذاب را الله بیان می فرماید. ولقد جاء آل فرعون النذر، همانا آمد پیش آل فرعون نذر آمدن، ترسانندگان، انبیایی که از عذاب من ترساندند، حضرت موسی و حضرت هارون.
کذبوا بآیاتنا، الله می فرماید آنها تکذیب کردند آیات ما را، معجزاتی که با موسی علیه السلام بود و دلائل، همه را تکذیب کردند، کلها همگی را. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ما اونها را مؤاخذه کردیم، نتیجه عناد و ضد، ما اونها را مؤاخذه کردیم اخذ عزیز مقتدر، مؤاخذه کردن اون ذاتی که غالب هست و قوی قدرتمند. لذا مؤاخذه قوی، مؤاخذه غالب، اونها را مؤاخذه کردیم. حال بعد از اینکه اینجا هم خداوند عزوجل خلاصه فرمود، واقعش را ما در سوره های متعددی میخوانیم که چطور در دریا غرق شدند. اما اکنون بعد از اینکه 5 واقعه را الله بیان فرمود، حال روی سخن برمیگرده به مردم مکه. ای اهل مکه، میگه شما از اونها بهترید، خون شما رنگین تره، چهره شما زیباتر از اونها، یا مال شما بیشتره، اونها را ما هلاک کردیم، شما را هلاک نمی کنیم. اکفارکم خیر من اولئکم، آیا کفار شما بهترند از اونها؟ ام لکم براءة فی الزبر، یا اینکه نه، برای شما براءت است در صحیفه ها، تو صحیفه ها، تو کتاب ها شاید نوشتین که مال مکه را، اهل مکه را دیگه هیچ عذاب ندهیم، شما چنین براءتی دارید؟ چنین توافق نامه وجود دارد؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا اینکه شاید اینها اینو میگند، اینا مغرورند، میگن ما جمیع، یعنی ما یک جمع بزرگی هستیم، منتصر، انتقام میگیریم، کسی نمیتونه ما را عذاب بده. الله پیشگویی میفرماد در همین دنیا پوزیتون به خاک مالیده میشه. سیهزم الجمع، ان قریب این جمع شکست خواهد خورد، این جمع شکست خواهد خورد. بنده خدمت شما قبلا هم عرض کردم که در اکثر سوره های مکی، که در سوره های مکی صحابه از نظر وضعیت بسیار وضعیت ناجوری داشتند، پریشان بودند، شب روز تمسخر و شکنجه و اذیت و آزار و همهش به رعب و به وحشت، هیچ فکری نبود که یک روز با اینها می جنگیم. اما در اینجا پیشگویی میشه که یک روز اینها از شما شکست میخورند. این واقعا دلیل اعجاز قرآن است. ببین اینجا آلوسی چی گفته؟ وقد کان هذا یوم بدر، این که خدا میفرماید این جمع ان قریب شکست میخورد، این شکست کجا اتفاق افتاد؟ روز بدر. و هو من دلائل النبوة، از دلائل نبوت رسول الله است. لأن الآية مكية، چون این آیه مکی هست. وقد نزلت حيث لم يفرز الجدال ولا كان قتال، زمانی نازل شد که هنوز جدالی هم نبود، جنگی نبود و جهاد فرض نشده بود، قتال فرض نشده بود. اینجا الله پیشگویی میکند. پس این پیشگویی را کسی میتونه بکنه که عالم الغیب باشد، از تمام شرایط آینده خبر دارد. خود اون انسان ها، خود اون صحابه، خود اون مستضعفان چنین توقعی نداشتن، اصلا فکرش نمی کردن. لذا الله می فرماید سیهزم الجمع، ان قریب این جمع شما شکست می خورد ای قریش مکه. و یولون الدبر، و اینها بر می گردانن پشت خودشون را، یعنی پشت می دهن، پا به فرار می گذارن، چنانچه در بدر همین کار را کردند، پا به فرار گذاشتند. بهترین هایشون کشته شدند و اسیر شدند، باقی ماندگان بدو که نرفتی، یکی کفشش افتاد، یکی چادرش افتاد، یکی وسایلش افتاد و زودتر از اینجا بریم. لذا الله می فرماید این هنوز عذاب کوچکی هست. موعد اصلی، میعادگاه اصلی، بل الساعت موعدهم، بلکه قیامت موعد اصلی هست. و الساعت ادها و امر،
و قیامت بسیار شدیدتر است. ادها یعنی اشد و امر بسیار تلختر است، بسیار سختتر است از این که در بدر شما کشته شدید. لذا الله عزوجل اکنون شمه از قیامت ذکر می فرماید. الله می فرماید ان المجرمین فی ضلال و سعر، همانا مجرمان در گمراهی هستند و در دیوانگی. سعر یعنی چی؟ دیوانگی. قال ابن عباس فی خسران و جنون، در خسران و در جنونند. یوم یسحبون فی النار، روزی که کش داده می شوند در آتش جهنم، علی وجوههم، بر چهره هایشان، اونها را بر روی چهره کش می دهند. به آنها گفته میشه یقالو، گفته میشه به اونها ذوقوا مس سقر، بچشید مس سقر را، رسیدن آتش را. سقر نامی از نامهای جهنم هست. آتش را میگن، آتشی که شعله از شدید است. ان کل شیء خلقناه بقدر، الله می فرماید ما هر چیزی را آفریدیم به یک حد، به یک اندازه. این همون مدعای سوره بود. هر چیز یک توانی داره، نه اینکه این خدایان اینا توانی نداره شما از اینها مشکل کشایی میخواهید. و ما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر، امر ما نیست یعنی دستور ما برای هر چیزی مگر یک بار. ما دیگه هر چیزی که بخوایم درست بکنیم یک بار اشاره میکنیم. کلمح بالبصر، مثل چشم به هم زدن، پلک به هم زدن. چقدر طول میکشه؟ همین اندازه الله که وقتی دستور میده اون چیز ایجاد میشه. تفسیر مدارک این تفسیر کرده، گفته و ما امرنا لشیء نرید تکوینه، امر ما برای هر چیزی که بخواهیم اون را درست بکنیم نیست مگر اینکه الا ان نقول له کن فیکون. ولقد اهلکنا اشیاعکم، بازم تخویف دنیوی. ای قریشی ها، ای اهل مکه، ما هلاک کردیم امثال شما را. اشیاعکم ای اشباهکم، انسان های شبیه شما را، کفار، مشرک، متمرد. فهل من مدکر، آیا کسی هست از اون واقعات پند بگیره الان توبه بکنه؟ و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر چیزی که اونها انجام دادن در صحیفه اعمال نوشته شده. و کل صغیر و کبیر مستطر، هر کوچک و بزرگ نوشته شده، ثبت شده. لذا همه پیش ما محفوظ، همه کارهایتون، همه اعمالتون. بس بهتر نیست رجوع کنید؟ بهتر نیست توبه کنید؟ آخر الله عزوجل میفرما اگر رجوع کنید، اگر توبه بکنید، اگر تقوا را پیش بگیرید، برای شما مژده های خوبی هست، بشارت برای متقیان. ان المتقین فی جنات و نهر، همانا متقیان کسانی که از شرک و کفر دوری میکنند. بالاترین تقوا اینه که انسان از گناهان کلان مثل شرک و کفر دوری بکنه. بعد بیا تقوا تا پایینتر، تا گناهان صغیر از همه دوری کن، میشی متقی. و کل شیء ان المتقین فی جنات، همانا متقیان در باغات هستند و در نهرها و جویبارها. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان الله، کجا هستند؟ در جایگاه اهل صدق. فی مقعد صدق ای مقام اهل صدق، در اون جایگاهی که این جایگاه مخصوص اهل صدق است. پیش کی؟ عند ملیک مقتدر، در قرب اون پادشاه و شاهنشاهی که قدرت مطلق داره، هر چی بخواد به اینها میده. لذا قرب شاهنشاه و پادشاه و ملیک کل شیء، اون ذاتی که مالک هر چیز است، این متقیان پیش او جای دارند. الله ما را جز متقیان بگرداند. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. پروردگارا ما را از این اهل تقوا بگردان، چنان تقوایی، چنان خشیتی، چنان خوفی در دل ما ایجاد بشه که به سوی گناه و به سوی غفلت و به سوی معصیت نرویم. اله العالمین توبه نصوح نصیب بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. در دنیا هم را با طاعت و بندگی، هم را با لطف و لذت سجده بگذرانیم، و در آخرت رضای مولا و دیدار مولا را نصیب ما بگردان. پروردگارا ربا ما را از محرومین نگردان، ما را از اشقیا نگردان، ما را از بدبخت ها نگردان، از اونهایی که میبینند و دهنشون آب میده و خودشون محرومه. پروردگارا به ما حظی بزرگ، بهره کامل از این نعمتهایی که بیان فرمودی در بهشتت عنایت بفرما. پروردگارا ربا ما را بر آیات کلام الله مجید عامل بگردان، به ما اخلاص نصیب بفرما، به ما تقوا و خدا ترسی نصیب بفرما. اله العالمین ربا به ما بده اونچه که خیر دنیا و آخرت ماست، و ما را پناه بده از اونچه که شر دنیا و آخرت ماست. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.